قطعا یکی از محبوب ترین و ترند ترین مدل‌های رولکس دیجاسته که از ابتدا مورد توجه خیلی از سیاستمدارا و رئیس جمهورها بوده. یکی از اونها چرچیله که یه ساعت دیجاست 36 میلیمتری با بند جوبیلی میپوشیده که انتخاب مطمئن و لوکسی بوده تو زمان خودش. دیجاست سال 1945 به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس این برند معرفی شد. در ابتدا دیجاست ها فقط با طلای 18 ساخته می شدن، ولی بعدها کمپانی آلیاژ های دیگر هم مورد استفاده قرار داد توی ساخت این ساعت. این ساعت با 4 نمونه بند عرضه بازار میشه: اویستر، جوبیلی، پرزیدنت و پرلمستر. بندهای اویستر و جوبیلی با آلیاژ استیل و طلا و استیل در دو رنگ طلای زرد و طلای رزگل عرضه میشن. بندهای پرزیدنت و پرلمستر در آلیاژ طلا در سه رنگ طلای سفید، طلای زرد و طلای رزگل عرضه بازار میشه. تا سال 2009 دیجاست های مردونه فقط در یک سایز یعنی 36 میلیمتر عرضه می شدن. سال 2009 بود که کمپانی تصمیم گرفت دیجاست تو رو معرفی کنه با سایز قاب 41 میلیمتر. از سال 2009 تا سال 2016 هیچ تغییری توی رولکس های مردونه ایجاد نشد. سال 2016 بود که کمپانی تصمیم گرفت دیجاست تو رو بازطراحی و اصلاح کنه و دیجاست 41 رو عرضه بازار کرد. یکی دیگه از شخصیت‌های برجسته‌ای که از رولکس دیجاست استفاده میکنه جو بایدنه که یه رولکس دیجاست با سایز قاب 41 میلیمتر، صفحه سرمه‌ای و بدنه تمام استیل استفاده میکنه که جزو پرفروش‌ترین مدل‌هاش محسوب میشه. این ساعت توی مارکت به اسم بایدن شناخته میشه.